این جوان نایب نام دارد. جوانی اهل هرات، صنف 12 مکتب، نطاق و مجری رادیو هرات، آهنگساز و اهل موسیقی و بالاخره نانآور خانه. چرخ روزگار سالها قبل خواست تا نایب دیگر این دنیای رنگارنگ را نبیند. نایب با همه نابیناییش گاهی از بیناها هم بیناتر است. نایب می‌خواهد به سایر معلولان جامعه بیاموزاند که معلولیت عیب نیست. با معلولیت هم می‌شود برای این جامعه کار کرد و در هر صورت به این سرزمین پر از درد مصدر خدمت شد. یک روز تمام با او هم سفر شدیم. صبح زود در رادیو دولتی هرات او را دیدم. مصروف اجرای برنامه مستقیم آهنگ‌های فرمایشی بود. بریم سراغ شنونده بعدی. خود سلام بر شما. خوب هستیم انشالله. سپاس از شما برادر بسیار گرامی. بفرمایید خود معرفی کنیم. نایب بدون اینکه همراهی با خود داشته باشد از محل کار به خانه می رود. خانه نایب با محل کارش فاصله زیادی دارد. خودش از سرک می گذرد، تاکسی را متوقف می کند و بالاخره از راه پرپیچ و خم خانه و از کوچه گلی و باریک مسیر خانه اش می گذرد و به خانه می رسد. نایب در خانه بیشتر به درس‌هایش می رسد. لوئیس پریل با پدر خود که وظیفه زینسازی علاقمند خاص موسیقی است و حتی 2 تا 3 آهنگ برای رادیوی دولتی هرات ساخته است. موسیقی بیشتر وقتها انیس و مانس اوقات تاریک و تنهایی نایب است. به گفته نایب معلولیت پایان زندگی نیست. خودش آغازی است برای زندگی، اما به شیوه دیگر. وقتی که یک معلولیت ذهنی نداشته باشد همه کار کرده میتواند. کوشش بکنم درس بخونم، باید همانند دیگه افراد کار بکنم و بعد ثابت بسازم برای دیگه اشخاص که من هم میتونم کار بکنم، برای دیگه افراد عادی جامعه، افراد سالم جامعه که من میتونم همانند شما کار و فعالیت بکنم. جای میرسیم که هر بیمار شویم، جور جان دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. یکی از شاعران میگوید گر نباشد چشم ظاهر عیب نیست، در نبود چشم دل باید گریست. وحید پیمان، تلویزیون افغان نیوز، ولایت هرات.